امیدوارم شاد و پر انرژی باشین. فاطمه خلیلی هستم با یک جلسه آموزشی دیگه در خدمتتونم. توی این جلسه آموزشی میخوام با هم بررسی کنیم که چه چیزهایی توی نرم افزار باعث میشه که سوختگی صحنمون کم بشه. سوختگی که از طریق نور یا تنظیم دوربین اشتباه به وجود میاد. همونطور میبینید کنار پنجره ها این دیوار، چراغ و روی مبل من دچار سوختگی شده، میگن اوور اکسپوز شده. خب اجسامی که نزدیک به منبع نوری من وجود دارن، همطور خب منبع نوری من سمت چپ الان، اجسامی که نزدیک به اون وجود دارن دچار سوختگی میشن و اجسامی که از اون دورتر هستن نوری به اونها برخورد کرده اما اوور اکسپوز نشدن. در واقع این توی طبیعت هم وجود داره و اجسامی که نزدیکتر هستن اون شدت رو میگیرن و به اجسام دورتر که رسیده میشه این نور انرژی کمی به اونها میرسه. خیلی خوب، توی وهله اول ما تنظیمات دوربین رو با هم دیگه بررسی میکنیم. دوربینم رو انتخاب میکنم. در مورد شاتر و اکسپوژر با هم دیگه صحبت کردیم که هر دوی اونها نور وارد شده به لنز دوربین رو کنترل میکنن و گفتیم که از طریق تنظیمات رندر در قسمت ویری، قسمت کامرا، با فعال کردن اوتو اکسپوژر و اوتو وایت بالانس هم میتونیم به عددهای پیشنهادی خود نرم افزار مطابق با صحنمون دسترسی پیدا بکنیم. اما یک چیزی مشابه به همین هم یک اسکریپتی وجود داره که مجموعه ویوید ویژوال و آقای محسنی زحمت اون رو کشیدن و برای ما قرار دادن که ما میتونیم شاتر و ایزو، حالا همون اکسپوژر صحنمون رو کنترل بکنیم. اولا اینکه این فایل نصبی رو من در خدمتتون میذارم. این فایل قابل اجرا رو شما فقط کافیه که کلیک راست و ران از ادمین بکنید و در 3 تا پوشه به شما میده که محتوای اون رو داخل پوشه اسکریپت و محتوای این رو هم داخل پوشه مکرو اسکریپت کپی میکنید. توی پوشه اسکریپت 2 تا فایل وجود داره، یکی به زبان فارسی و یکی به زبان انگلیسی که من زبان فارسی رو درگ میکنم داخل صحنه. خب همونطور که میبینید شرایط نوری که برای ما وجود داره، اگر لیست اون رو باز کنم یک سری شرایط وجود داره که آقای محسنی زحمت کشیدن اونها رو نوشتن و ما میتونیم انتخاب بکنیم که میخوایم صحنمون کدوم یک از این شرایط رو داشته باشه و نزدیک به نور کدوم یک از این حالا نوشته ها باشه. مثلا صحنه های معمولی، ابری، حالا کهکشانی و از اینها مربوط به فضاهای خارجی و داخلی هستن. من میذارم صحنه های معمول و اولویت رو میگه روی کدوم میخوای بذاری. خب من میذارم که همون تعریفی که خود آقای محسنی گذاشتن برای ما وجود داشته باشه. مثلا میگم که من فقط میخوام اکسپوژر رو و دیافراگم رو توی اولویت قرار بدم و در نهایت میذارم تنظیم نوردهی. ببینید یک عددهایی اینجا برای من عوض شد. عدد شاتر که 50 بود شد 256 و منوئل هم که 100 بود شد 400. اگر اولویت رو بذارم شاتر و مجددا تنظیم نوردهی، باز یک سری عدد اینجا برای من عوض میشه. خب من ایزو رو هم میذارم ایزوی پیشنهادی. اگر ایزو پایه باشه این میشه 100. توی جلسه قبلی هم من به شما گفتم بهترین ایزو عدد 100 هستش و بهتره که ما روی همون 100 قرار بدیم. خب پس ما از طریق این اسکریپت هم میتونیم به تنظیمات شاتر و اکسپوژر دوربینمون هم بر حسب نورهایی که انتخاب کردیم برسیم. خب بعد از اون وارد تنظیمات رندر میشیم. توی قسمت جی آی که نقش نوردهی صحنه ما رو داره، حتما پرایمری انجین و سکندری انجین رو باید بررسی بکنید. اگر لازم باشه که نور بیشتری وارد صحنتون بشه یا حالا خیلی مقدار کمی، میتونید شما پرایمری رو بالاتر ببرید. همچنین میتونید با پرایمری اون رو پایین بیارید و شدت نور وارد شده رو مقداری کم بکنید. با سکندری انجین هم میتونید رو از عدد 1 پایین تر بیارید. هم کنتراست کارتون کنترل میشه، هم شدت نوری که وارد صحنه هست. توی نوار ویری هم توی قسمت کالر مپینگ اگر دارک مولتی و برایت مولتی رو تغییر بدین، اونها رو از 1 پایین تر بیارین، شما میتونید این سوختگی ها رو
کمتر بکنید، حالا نور وارد شده به صحنه‌تون رو کنترل بکنید. همچنین شدت نور هم روی کار شما تاثیر داره. ببینید مثلا این نوره که خب برای این کار گذاشته شده، یک پلن به شدت 1500 که تنظیماتش این شده. خب اگر من اون رو مثلا روی 10,000 بذارم و رندر بگیرم، خب مطمئنا الان شدت نوری بیشتری وارد صحنه میشه و خب اون قسمت هایی که دچار سوختگی شدن بیشتر، ببینید این قسمت ها رو بیشتر دچار سوختگی دارن میشن. پس این چیزا خیلی غیر طبیعیه. پس شدت نور 10,000 الان خیلی زیاده و باعث سوختگی صحنه من میشه. نگاه کنید کاملا توی محاسبات GI ما داریم اونها رو میبینیم. پس شدت نورمون رو هم باید کنترل شده بذاریم. همچنین شاتر و اکسپوژر دوربین هم باید خیلی کنترل شده گذاشته بشه. اینکه ما نمیتونیم حالا برای اینکه اون رو تاریک بکنیم حتما بیایم حالا این عددهامون رو دستکاری بکنیم. نه، شما میتونید که 3 عاملی که من بهتون گفتم رو کاملا بررسی کنید و بعدا اونها رو به دست رندر بذارین. خب من سعی میکنم این یه رندری گرفته بشه با منوئل 100، ببینم تفاوت نوری ما در چه حده. ببینید صحنه برای ما توی یه قسمت های تاریک‌تر میشه. حالا بذاریم این کلین هم بشه. خب در ادامه من ویدیو رو خب اول قطع کردم که اینقدر زمان نبره. حالا که میبینید اگر تصویر اولیه رو یادتون باشه، اینجای دیوار من سوختگی بیشتری داشتم و حالا که منوئل رو پایین آوردم سوختگی برای من کمتر شد و شما هم باید این عددها رو تست بکنید تا به یک شرایط نوری مساعد و بهتری برسید و امیدوارم که این جلسه آموزشی هم براتون مفید باشه و تا جلسه بعدی خدا نگهدار.